سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این کانال سایمرود تجی است و نام من هم سایمرود است. خواستم سخنهای تبریکاتی به فرارسی عید قربان به سهم شما بگذارم، چون که ما راستی از وطن دور هستیم و کل هموطنان خود، دوستان عزیز، مردم تاجیکستان یا که چه داخل تاجیکستان باشد چه خارج از تاجیکستان، با مردم مهاجر به مثل من مهاجر هستند، غریب هستند. همه شما عید را تبریک گفتن هستم دوستان عزیز و خواهان هستم که در زندگی موفقیت ها و در کارهای شما برای کار و خداوند به شما رزق روزی عطا کنه، رزق روزی پربرکت را عطا گرداند. این شما به ما را دوستان عزیز بار دیگر این عید را به کل مسلمانان دنیا و از جمله هموطنان خود تبریک و مبارکباد گفتنی هستم. ما شما نتوانستیم ویدیو کرده با سهم شما بگذاریم، وقت آخر چند وقت است ویدیو کرده نمیتونیم به بعضی سبب‌ها. راستی حاضر کمتر کارها بسیارتر هستند. الحمدلله شکر چقدر گفتیم کم کار خداوند رزق آمده کار کرده استیم و انشالله حتما وقت یافته به سهم شما خواهیم رسون. این حال چی رفته است از دکره یا اینکه چی مسئله کار چقدر است. راستی کمی هم اول در مشکلی ها بود و بعضی چیزای زندگی بگم با ما روپرو شدگی بود و مخاطر نتونستیم تستر ویدیو کنیم با سهم شما بگذاریم. انشاءالله فکر هستیم در فکر یک چند نوار یکی از باید ما بگذاریم. راستی کمتر وقت کمتر است، ما وقت رو نمیتونیم که همو ویدیویی که باید ما سازیم در هر وقت مثال نمیشود با نوار گرفته یا که با کرده. از زمان شما عذر میخوایم و در کانال حتما подписаться کنید، لایک خود رو گذارید تا پدلیت کنید تا دوستان خود تا دیگر رو بینند. انشاءالله نوارها برآمدن میگیرد بخواست الله و شما در حق ما دعاگوی باشید. بار دیگر عید مبارک دوستان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.